اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ان شاء الله در این جلسه نیز به یکی دیگر از پرسش های دوستان پاسخ خواهم داد. یکی از دوستان سوال کردند که آیا تأسیس حزب اسلامی از نظر شریعت درست است؟ آیا این به تقسیم شدن و پاره پاره شدن مسلمانان برده نمی رساند؟ نظر شما درباره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چیست؟ چشم، من پاسخ خواهم داد به این پرسش مهمی هم هست. عرضم حضورتان یک چنین سوال میتواند دو سرچشمه داشته باشد، یعنی دو علت داشته باشد. یکی این که شاید برخی ها چنین بپندارند، گمان کنند که دین از سیاست جداست و چون از سیاست جداست دیگر خب حق تأسیس یک گروه یا حزب سیاسی را هم نخواهد داشت. بالاخره چون هدف از تأسیس یک حزب سیاسی این است که انسان با سیاست سر و کار داشته باشد. خب نه، یک وقت دیگر این است که سرچشمه علت دیگرش این است که نه، طرف اعتقاد دارد که دین اسلام از سیاست جدا نیست. نه، چنین نیست، بلکه شاید شریعت اجازت ندهد برای ما، فقه یعنی اجازت ندهد که ما حزبی سیاسی راه اندازیم. خب حالا این دو پاسخ فرق دارد با هم. اگر مراد، یعنی اگر علت این باشد که طرف گمان کند که دین از سیاست جداست، پاسخش این است. ببینید، اولین بار این سخن، یعنی این اندیشه که دین از سیاست جداست، از سوی دانشمندان غربی مطرح شده است. خب این دانشمندان غرض و مرض هم نداشتند، آمدند و تحقیق کردند و مد نظرشان فقط آیین مسیحیت بود، نه ادیان دیگر. و حاصل تلاششان این شد که آره این دینی مسیحیت، مثلا وقتی میگفتن دین مرادشان مسیحیت بود، با سیاست سر و کار ندارد، فقط آمده است با فرد سر و کار داشته باشد، با انسانی فرد، نه با انسان در جامعه، که عبادت کند و دلش را پاک کند و تزکیه نفس کند و به خدا نزدیک شود و از این حرفا. اما خب سیاست و امور اجتماعی دیگه مربوط به دین نیست، یعنی در قلمرو دین قرار نداره. پاسخ این شبهه این است. ببینید، اگر مراد گویندگان این سخن، این ادعا از دین آیین مسیحیت باشد، خب درست، آنم تازه مسیحیتی تحریف شده. این مسیحیتی که امروز میبینیم، این مسیحیت، این آیین همان آیین نیست که بر حضرت عیسی مسیح علیه السلام نازل شده است، تحریف شده است. ما مسلمانان معتقدیم که این دین تحریف شده است. خب آره، این آیین تحریف شده شاید چنین باشد که در تعلیماتش به امور اجتماعی و سیاسی مردم خیلی اشاره هایی نیست. خب شاید درست باشد، کاری نداریم. اما سرایت این اندیشه به اسلام، یعنی این حاصل این تلاش را در مورد اسلام هم ما سرایت بدهیم، خب این نادرست است. یک نفر اگر بخواهد بداند که آیا دین اسلام هم با سیاست سر و کار دارد یا نه، باید بیاد
منابع اسلامی را بررسی کند، نه مسیحیت را. این برخی از شرقیان، مسلمانان که خب خودشان هم پایبند به شریعت نیستند، اما با یک سری از اهداف و غرضهای سیاسی این گونه پیندار را مطرح میکنند و تقلید از غربیان، خب اشتباه میکنند. بیان نگاه کنند به منابع اسلامی که قرآن و سنت است چی میگوید. خب ما تعارف نداریم که ببینیم قرآن چی میگوید. آیا از نظر قرآن اسلام، دین، آیین اسلام سر و کارش فقط با فرد است و اجتماع و سیاست سر و کار ندارد؟ باید نگاه کنیم به قرآن. در قرآن ما آیت‌های زیادی داریم که در آنها قرآن خداوند متعرض اهداف دین شده است. یعنی هدف از فرستادن پیامبران را خدا بیان کرده است. زیاد است. من یکی از اون آیت‌ها را تلاوت کنم، البته به این معنا زیاد است. مثلا در آیت 25 سوره حدید خداوند تعالی می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. می‌فرماید ما پیامبرانی خود را فرستادیم با حجت‌های روشن. بینات یعنی همون دلیل و حجت‌های روشن، یعنی این حجت‌ها را همراه داشتند تا ثابت کنند که ما در حقیقت فرستاده خداییم، معجزه و از این قبیل چیزها. سپس می‌فرماید و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، و همراه این پیامبران ما کتاب نازل کردیم که مثلا برای مسیحی ها خداوند همراه حضرت عیسی انجیل را فرستاد، برای یهودیان بنی اسرائیل همراه موسی کلیم الله علیه السلام خداوند تورات را نازل کرد. اما برای ما مسلمانان خداوند قرآن را نازل کرد که آخرین کتاب و کاملترین کتاب است. و همچنین و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، همچنین میزان را هم با پیامبران نازل کردیم. میزان یعنی ترازو، ترازوی ارزیابی حق و باطل، درست و نادرست. چرا نازل کردید میزان را؟ لیقوم الناس بالقسط. اینجا هدف را خداوند خیلی روشن بیان کرده است، فرموده است تا مردمان برپا کنند قسط را، برپا بدارند قسط را. قسط یعنی عدالت. خب خیلی واضح است که یکی از اهداف فرستادن پیامبران این خب برپایی عدالت است در جامعه. اگر کسی اشکال کند که شاید مراد این باشد که خداوند کتاب و میزان ترازو نازل کرده تا هر فرد به صورت فردی برپادارنده عدالت باشد، یعنی مثلا یک انسان به عنوان یک فرد کارش این باشد که عدالت را پیشه کند در برخورد با دیگران در جامعه اینا، یعنی ناظر بر یک دستوری فردی باشد. اما پاسخ داریم. ببینید در این آیت از واژه الناس استفاده شده است. الناس جمع الانسان، یعنی تا گروهی مردمان برپا کننده عدالت باشند. نگفته است که لیقوم الانسان بالقسط. ما این کتاب و میزان را نازل کردیم تا انسان عادل باشد، برپا دارنده عدالت باشد. نه،
واژه جمع یعنی جمع الانسان را به کار گرفته، گفته لیقوم الناس بالقسط، گروهی مردم. خب خیلی واضح هست که یکی از اهداف فرستاده شدن پیامبران، اینکه خداوند پیامبران را فرستاد، این برپایی عدالت در جامعه است. برپایی عدالت در جامعه یعنی چی؟ یعنی سیاست. مگر شما اگر بخواهید در جامعه عدالت برپا گردد چیکار میکنید؟ سیاسته. در این مگر کسی شکی دارد، تردیدی دارد؟ خب این پاسخی کسانی که میپندارند دین از سیاست جداست. نه، ما میگیم که دین اگر مراد اسلام باشد، نه، اسلام عین سیاست است. یعنی یکی از اهداف پیامبران را خداوند برپا داری عدالت میداند. اما اگر علت این سوال این باشد که طرف مسلمان است و پایبند به شریعت است، اما به خاطر یک شبهه یا اشکال به ذهنش چنین رسیده باشد که شاید شریعت اجازت تأسیس حزب سیاسی ندهد برای مسلمان، پاسخ این اگر علت این باشد پاسخش این است. ببینید، ما نباید، یعنی علت این شبهه هم یک خلط هست بین هدف و وسیله. برای خیلی از مسلمانان چنین پیش می آید که آنها هدف اسلام را با وسیله اسلام گاهی خلط می کنند، می آمیزند. ببینید، هدف اسلام، هدف خداوند از آفریدن انسان، هدف از آفریده شدن انسان، این کمال انسانی است تا اینکه انسان به کمال خودش برسد. انسان هم، خداوند هم، اسلام کمال انسانی را در تقربی به خداوند می داند. یعنی اسلام معتقد است که انسان اگر به خدا نزدیک شود به کمال نهایی خودش می رسد، و آرامش و اون اطمینان قلبی جاودانی ابدی دست پیدا خواهد کرد. در قرآن هستیم. مثلا خداوند در سوره، عرضم به حضورتان، در آیت 56 سوره زاریات می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا میگوید من جن و انس را نیافریدم، خلق نکردم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. من آفریدم، هدفم از آفرینش این که اینها مرا عبادت کنند، بپرستند. حالا خود این عبادت هم هدف نهایی نیست، این یک هدفی متوسط است. خودش هم هدف است اما هدف نهایی نیست، هدفی میانه است که خودی این هدف انسان را به اون هدفی پوله هست برای خواب رسیدن انسان به هدف نهاییش. مثلا در یکی دیگر از آیت‌ها خداوند می‌فرماید اقیم الصلاة لذکری، تو نماز را برپا بدار برای یاد من. یعنی خودی نماز که عبادت باشد هدف نیست، هدف ذکر خداست، یاد خداست که به یاد خدا، نماز انسان را به یاد خدا میبرد. پس خود عبادت هم یک هدفی متوسطه است که ما را به هدف نهایی که گفتیم همون تقرب و نزدیکی به خداست میرساند.